درود دوستان، یه سری از بچه از شهرستان رساله با ما در تماس هستن و یه کاری دارن. به ما زنگ زدن و سوال کردن که دلکو رو این به اصطلاح مگنت عوض کردن، در آوردن دلکو نتونستن. ببینید اولین چیزی که باید تو این قضیه دقت کنید، این البته چکش برق باشه، این باید سر این خطه، یه خط اینجا، این روبروی چکش برق قرار میگیره. بعد زیرش رو نگاه کنید یه چاک داره، این چاک باید بیفته. حتی این دلکو داره، من دارم بیرون. توی این وقتی دلکو در میارید، ته این به اصطلاح میل اویل پمپ یه میله داره که میاد میره توی این چاکه، یعنی میله اون جوری چیز میشه که جا میفته توی این. بعد تایمتون تنظیم کنید، میل سوپاپ و فرایویل تنظیم کنید. بعد این مثلا چکش برق که سرش به این سمت این خط است، اینجوری با دست نگه دارید، این برم تنظیم بکنید. این چاکو میزون بذارید داخل اون میله اویل پمپ. وقتی قشنگ یه ذره جا اینجوری باش بازی که بکنین جا میفته. وقتی جا افتاد بستین، اون موقع